با نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین خوشحالیم که یک شب دیگر فرا رسید که در خدمت شما باشیم از کانال هراتبورگ. دوستای نازنین فقط دم افطار آمادیم به سر منقلم اینجا برای 5 دقیقه غنیمت شاگرد شدم. 150 ریال به من میدم تا سحری. درسته لالا؟ بله. زنده نباشین. زنده باشین. اسم شریف شما؟ عبدالکریم هاشمی. بسیار خوب. امیر بگیریم برارمه. خب اگر مثلا میگم تا صبح بستکم چه ضربه ما معاش میده؟ تا صبح بستکم دیگه 2 ساعت میده خرج شما را میده. خب. ماه روزه ما به شما 2 ساعت میدم تا صبح هم مستکم. خب. کار میکنم. فقط شما می خرج من از زمینا بده. چشم باشه. شرط میزنیم. شرط میزنیم. چند کیلو جگر داریم؟ چند کیلو جگر کم ده گل ماه روزه نصف روزه برات 2 کیلو میاریم 2.5 کیلو. خب باز هتل کو نام خدا. هتل هست دیگه باز. بسیار خوب. چند نوع غذا داریم به هتل؟ با هتل دیگه پلو گوش، پلو مرغ، پلو خورش، کباب. خورش شاعر گفته ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من نون و مفت اگر دیدی تا به کرکنک جا کو. ایشا. همتنیه؟ همتنه. بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. زنده باشید. اجازه است رو به بالا بریم؟ بله بفرمایید. خب روزم داریم؟ بله. ماشا خوب آزان داده باشم. آزان دیگه چیز دیگه نمونده 3-4 دقیقه اندازه. نه خوب بسیار خوب. بیاین دوستای نازنین که همراه ما باشین که میریم خود شما داخل بوتان امازان شم. نام خدا دوستا دیگه افطار خوروا کنم دوستا. داخل رستوران هستیم. فقط دیگه خداوند خیر بده آخون صاحب که هی یک سره بلاسپیکر آزان میدم و مسافرای هم که اینجا شیشته هم هی افطار خوروا میکنم. ما هم دیگه میریم به سمت همین میز مدیریت که سعی کنیم اگر شیمه هست خرمای چیزی نون چیزی یک دشمله انا ما هم روزی خوروا کنیم. همراه ما باشیم. لالا جان سلام. سلام علیکم. صحت شما خوبه؟ شکر زنده باشیم بخیر سلامت باشیم. اسم شریف شما؟ نظیر احمد جان. بسیار خوب. اینجا که استادیم خیریت باشه. اینجا که هست ما هم اینجا هتل از خودمانه فهمیدین؟ بسیار خوب. ما و فهم جان که هست شریک می هتل فهمیدین؟ کار بار ما نمینه. خب همین که من معلومات دارم هتل صاحب اجی صاحب عبدالظاهر خان که هست به چیکاگو ما میشه دوماد ما میشه خسور کلون ما میشه فهمیدین؟ خب پس وی دیگه باشه شاید از شما کرایه هم نستونن دیگه مراد میکنه. خب چندی از شما چون اینا بچه نای هم شما هم دوماد نای فامیل نزدیک هم هستیم چندی از شما کرا میستونن؟ خدایی با این ما روزه کو چیزی نستوندم. رایگانه که باز ناز نارور میداریم یک چیز چاره میده. خب اگر بیایم به پیش شما یک خوراک کباب یا کچری چیزی بخورم دور برو کرایه حساب میکنی یا مفته میکنی؟ نه حساب نمیشه. از اون وقت رایگانه. خب نمیگم که اگر میمون یکی باشه بزو گوی میکشم. دیگه ایت هست از امروز اول که ما همی پروگرام تیار کردیم همین خوراک نون از همه چیزه فهمیدین؟ بسیار خوب. خوشحال شدیم. کاربار اشتنه به ماه مبارک رمضان. کاربار نیه چی؟ پیش از خوب بود. خوب لخ خیلی مزه نداره. هیچی مردم بخیلی به اقتصاد نه پایین بخیلی سقوی تام مردم. فهمیدین؟ کی میشه مرتکه بیا روز 50 ری کار میکنه بیا ساعت 5 نون بخوره ساعت 50 ری یک آدم غریبه. این منطقه غریب نشین. خب شاید شما نون غریب هم داشته باشین دیگه خوراک داریم ما خوراک پینتر هم دارن که 50 ری است 120 ری است 150 است دیگه متعدد کباب هم هست 80 ری همینه. بسیار خوب. تشکر. قربان شما با عزت باشین. بخیر باشین. دوستای نازنین دور کو میزنیم میریم همین اول افطاری ما بپرسیم که سعی کنیم دوستایی که از صبح روزه داشتم توان خوردن غذا دارم یا خیر. همراه ما باشید.
لالا جان سلام. و علیکم السلام. ساعت شما خوبه؟ اول که ما شما معذرت میخوایم که سرنون نام شریف شما طاهر استاد. بسیار خوب. روزه داشتیم دگال افطار میکنیم. والا. خب همین رسم که شما فعلا به جلو شما رسم کجایه که بینندامون بیشترتر معلومات بگیرم. رسم به شما معرفی میکنم. لالا کباب نوش جان میکنم، چای هم هست، فلفلار هم میریزم برو کبابا. انال علت از این چی رقمه؟ علت چی؟ همین که شما چای هم میخورین، کباب هم میخورین، فلفل هم برای اینا پاش داده. روزماتا. جان روزماتا. یعنی فایده داره؟ خب خود شما از کدو ولایت؟ از پرایم. آها اونجا همین خودی غذا بیشتر چای میخورم. بله. خب فایده های چیه؟ فایده دارم. حساب تلخی فایده داره. سوخت دلت چیزا پیدا نمیشه؟ نه. بسیار خوب. خود ماه مبارک رمضان اشتنیم. خوب. خب خیلی تاثیر به شما نکرده؟ نه. مسافر هم هستم، تاثیر نمیکنه. قربان شما. اگر مهمون ما باشیم خوشحال میشیم. زنده باشی. تشکر از شما، وقت شما رو نمیگیریم. بخیر باشیم. دوستان نازنین، باز هم داخل رستورانتیم، در کنار مسافرایی که فعلا افطار میکنم به زیر رستوران غذا میخورم. تشکر از شما. لالا جان ساعت شما خوبه؟ الحمدلله عافیت باشید. قربان شما. نام مبارک شما؟ حاج دوست محمد. بسیار خوب. از کجا هستیم؟ از ولایت فاریاب. خب اینجا برای چیزی آمدیم یا مهمانه؟ ما مسافر هستیم. بله برای یک موتر خریدن موتر آمدیم. بله یک موتر میگیریم. بسیار خوب. چی موتر؟ خرد سواری یا موتر باروری؟ آها بسیار خوب. چند روز میشه آمدیم ایران؟ تقریبا 10 روز بیشتر میشه. بله. همین 10 روز به هتل مسافرین؟ نه هتل یکی دو شب و خانه دوست رفقام بودیم. باز ماه روزه است دیگه. طبعا ماه روزه میمانی هم دیگه خیلی خوب نیست، مزاحمت میشه دیگه. همه روزه است، یعنی ما میمانم روزه است، میزبانم روزه است. خیر باشه. شما یک نفریم دیگه، 10 نفر میبودیم میگفتیم اینا اذیت میشن. شما یک نفر. خب طبعا بازم وجدان بازم شما راضی ما گفتیم همین دوستا رفیقان خیلی تقاضا کردن که شما کجاست. ما گفتیم ما جای دیگه میمانیم، جای دیگه میمانیم. بالاخره همه خود پاس میتیم، همه نمیخوایم که همونا اذیت شود دیگه، چی شود تکلیف شوند در ماه روزه. بسیار خوب. چند سری شما به ایراد میاییم؟ ما خیلی وقت میایم میریم. همین مسیر ما موتر داریم. موتر میایم. این کرات آمدیم یک موتر بخریم از اینجا ببریم. بسیار خوب. مردم هرات از اینکه روزم دارم بعض موقع خود اینو تردد میکنیم، صحبت های داریم، مثلا چی رقم رفتار داریم؟ خیلی خوب. مردم هرات بهترین خوب همه شیرین زبان ترین مردم افغانستان هستند. در حساب لسان زبان شیرینیشون یک شکر هستند. یعنی چی رقم بگوییم برای شما؟ یعنی با خصوص ما خیلی لذت میبریم با اینا صحبت میکنیم. به خصوص خیلی با مردم با فرهنگ، با احترام. با چیز خوب دوستان نازنین، خدا کنه تا این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. در کنار برادری هستین که نام شریف خود میگم، مسئولیت خودم برای شما میگم. سلام، ساعت شما خوبه؟ خوب هستیم، سلامته. قربان شما، زنده باشید. نام شریف شما؟ فهیمم لالا. بسیار خوب. اینجا پشت از این میز استادیم، خیلیت باشه. اینجا فعلا دیگه مصرفیم. خب بله. بدوش شما اینجا بله به جمعونه. خب گپ بزنید که به ماه مبارک رمضان بی‌ترتر از سودا و مشتری ها شما یا بعد روزه؟ سودا دیگه بعد روزه خوبه دیگه. فعلا یک سرگرمی هست برای ما و شما. بسیار سر سودا نیه، مسافر چیزی نیه. ما روزه دهنم بسته.
امسال چی رقمه تا به برج پارسال حساب مشتری ها و حساب چون جنس ها گران شده، گاز گرانه، برنج گرانه، روغن گرانه، همون خوراک نونه که شما به مشتری میدیم به مو قیمت پارساله یا فرق کرد؟ یعنی همی پارسال گوشت مرغ بود کیلو 95 روپیه 100 روپیه. همی فران ما مثلا کیلو 270 روپیه 260 روپیه. این بابایی که میاره میگه به چند میگه ما 10 روپیه خوراک بالا کردیم باز هم میگم چرا گران شده. خب شما نگاه کنین 100 روپیه نگاه کنین 270 روپیه نگاه کنین. با کاسه میفروشیم 50 روپیه بابا میاره میگه ما برنج بدیم 200 روپیه کوره با بازار بشده به 30 روپیه خود یک نون 50 روپیه میده. هم 200 روپیه کوره که تا بازار پخته میکنم یک 50 میسونه. بابا یک کاسه میاره میگه 50 روپیه ما غذا بدیم برنج هندی اول پخته میکنیم میگه چرا گوشت نداره به 50 روپیه. خود شما فکر کنیم ما از این فایده میتونیم بدر کنیم فعلا. خب شما نگفتیم میگفتیم چرا گوشت نداره، میگفتیم 40 روپیه بدین که گوشت هم بدیم. میگم ما 4 نفر این 3 نفر ساعت چاش به 50 روپیه سر میکنن میگن گوشت هم بگذار. خب در کنار از برنجی که شما داریم مثلا به 50 افغانی خورشی چی میده؟ خورشی اون نخود هست، لوبیا هست، کچلو هست، همینا هم خورشی نه. خب کار نداریم شخصی که به شما توقع گوشت داره خجالت نمیکشه؟ خدا باید خود خجالت کشه دیگه. خود فکر کنم یک برنج هندی بود مثلا به 1900 پارسال 1900 1900 امی فلان میسونیم به 2600. یک روغن بود 20 لیتر به 13500 حالا میسونیم به 3100 یک روغنه. شما فکر کنیم کنیم باید خود خجالت کشی یا نه؟ پس ایت که معلوم میشه شما از این رستوران خود راضی نیم. از این رستوران خود ما اگه مغز میفدیم مغز اینجا مصرف نمیکردیم به خدا قسم. همین پول خوربر میداشتیم میرفتیم به دیگه جا بخوی کار کسبی برام انداختنده. بسیار خوب دوستای نازنین، از دم افطار حدوداً 1 ساعت گذشته، یعنی ساعت 8 شب. داخل نخود بریزی آمدیم، از رستوران آمدیم داخل نخود بریزی. سعی کنید که میوه‌دانه امسال چی رقمه هرزونه توان از این مردم دارن که برام به سر سفره و میوه خوش بگذارم یا خیر. سلام لالا جان. سلام علیکم. صحت شما خوبه؟ شکر خدا الحمدلله. زنده باشیم، روزه و نماز شما هم قبول باشه. همچنین از شما هم قبول باشه. قربان شما. نام شریف شما؟ مهدی هستم. بسیار خوب. قربان شما. دکنه که گپ بزنین کرا میدیم یا خود شما؟ نه از خود مناسب. الهی شکر باز. اگر دکون کرایی بود چند کرایی بود؟ کرایه 25 30 هزار. باز هم دیگه شکر که پیشیم دیگه از حساب چیز اگه نگاه کنیم. اگر شما کرا 25 30 هزار میدادیم امسال جنسام گرونه، شاید یک ذره مشتری به برج پارسال نداشته باشیم، چه کار میکردیم؟ دیگه هیچی دیگه چاره چیه؟ باید چیکار کنیم؟ فعلا که ما بار همین قیمت امسال که قیمتا که به بار امسال خورده مفاد گمرکی از ما زیاد گرفته شده امسال. مثلا 1 کیلو پستر ما می آوردیم به 25 تا 30 افغانی، ما امسال 45 افغانی 40 افغانی کرایه دادیم. خب 1 کیلو پسته به ما نرخنامه آمده گفته به 900 افغانی بفروشیم. ما همین الان تا بازار پسته نداریم که به حساب دیگه خو از بازار رفتیم قیمت گرفتیم گفتن 900 890. خب بیاریم پخت داره، کسر داره، مصرف داره. ما بیاریم به 900 به حساب نرخنامه بدیم ما ضرر میکنیم، فایده نمیکنیم. 1 کیلو فندق ما 10 افغانی فایده میتونیم بخوریم امسال. به قول شما که به شما گفتم 1 کیلو پستر بدیم به 900 افغانی، خود شما شخصا شما زور نمیده اگر نخود بریزی از کس دیگه می شما 900 افغانی به بالای 1 کیلو پسته میداده؟ آیا شما اطلاع دارین وقتی که به سندای 15 16 شما بدیم به min 900 افغانی امکان داره سفره آوار شدی؟ بله درسته. چند دونه پسته به نظری شما میشه که دونه 10 افغانی تنها خو همین نیه، همه چیز می رقم گرونه، از آرد، از روغن، از شکر، از همه چیز می رقم. تنها که همین کسب خود بریزی خوشبار فروشی نیه، کلش عبوات به داخل کشور گرونه. حال ما به اونا کار نداریم. او چیزی هست که مجبوریم اگر 1 دونه نون به 1000 افغانی هم برسه بعد ما و شما بخریم. ملت افغانستان، مردم افغانستان هم میوه خشک سر سفره خود دوست دارم که طلا زن خود بفروشن بعد بگیرن.
به دنبال از اینی هم که بگم والله قیمت از این رقم یا اون رقم میام میخرم. حالا نه اندازه مثل یک بابایی که داره به اندازه تمام خو میخره، یا 1 کیلو پسته نمیبره 2 سیر میبره، اندازه تمام خو میگیره میبره. سفره چین دشه به ساعت درست شه. بسیار خوب. ما که اگه برای سفره بیام مگر میام از دکون شما بخورم منتها به من نیم سیره بیشتر نده. چشم. به شما 30 گرم حساب میکنم. گردن من بینندای عزیز با خیر خوشیش است، 1-2 روز بعد دیگه بیام به می دکون میوه‌دانه بگیرم. اگر نیم سیر ما بیشتر گرفتم خوب اسم من بگردونیم. درسته؟ اون نیم سیر پسته مامان 60 روپیه میشه. بله. اینجا 60 روپیه میشه دیگه. سیرونه که شما 100 روپیه نمیده. نه سیرونه کیلوی نخنامه 50 روپیه. نخنامه باید بدیم بار خورد. طبق نخنامه که برام آمده باید بار خورد. بسیار خوب. راضی هستیم از کاروبار. بله شکر دم هزار باشه. خواهش و سلامت باشیم ولی کاروبار همیشه. دوستای نازنین، خدا کنه که امشب لذت کافی را از این برنامه برده باشیم. برنامه افطاری بود که خدمت شما تقدیم شد. دوستای نازنین، تا فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه شما دوستا خور همشهریا خور مشاهده کنیم، تا به فردا شب شما به الله پاک بسپاریم. فقط خواهشم از شما اینه که سابسکرایب تو لایک کشکیر حیات شما نره. همون زنگولگه که به من گوشگک نیه، هم رنگ همون زنگول گردن گوسپندا بیمه همون فشار بدیم. تمام نمایشنامه و گزارشات میتونیم مشاهده کنیم. تا به فردا شب شما به خدای پاک میسپاریم. بازم دوباره 10 باره 100 باره برای شما تبریک میگیم. عید سعید فطر. بخیر باشیم، با عزت باشیم.